سلام و عرض ادب خدمت همه ویورها، علل خصوص عزیزانی که سابسکرایب کردن ما رو در آپارات یوتیوب، کانال تلگراممون رو دنبال میکنم. خیلی خوش آمد میگم، خوش آمدی ویژه مخصوصا برای عزیزانی که ویدیوهای اول و دوم رو هم دیدن. ویدیو سوم برای ورژن در واقع موبایل، ورژن موبایل هم که میگیم از اون سیستم عامل اندروید نرم افزار ویتوری هستش. خب من قبلش یه آی پی رو چک بکنم، بعد میریم سراغ نصب و بعد میریم سراغ استفاده از این کانفیگا. همون چک آی پی دات اینفو رو که بزنید، خب این یعنی وقتی بالا نوتیفیکیشن این که باز کردم الان براتون، اینه که نوتیفیکیشن رو ببندم. وقتی این روشنه ولی چک آی پی می نویسه the site can't be reached، نمیتونیم دسترسی داشته باشیم، پس حتما کانفیگا به هم خورده. اولا قبل اینکه اصلا سراغ این نرم افزار بریم، اینو شما از همون لینکی که توی این ویدیو و ویدیوهای قبلی گذاشتم برای دانلودش میتونید استفاده کنید. لینک های قبلی برای دسکتاپ بودن، لینک هایی که هستن برای موبایل. من اینو خودم از گوگل پلی دانلود کردم، ولی خب نیازی هم نیست شما برید گوگل پلی. فرض کنیم شما در واقع شما هیچ وی پی اینی ندارید، دانلود ویتوری برای اندروید که بنویسید گوگل پلی رو میاره و دانلود ویتوری حالا ورژن فلان. حالا اون XYZ درست نیستن زیاد به نظر من. حالا میتونیم بنویسیم ویتوری دات اپ دات APK رو بنویسیم میاره. به گیت هاب فکر نکنم یه سانسور بشه. تمام. پس من این لینک رو براتون میذارم، یا اصلا اگه حوصله حالا خوندن اسکرول کردن زیر این ویدیو رو ندارید تا کامنت ها رو ببینید و وارد لینک بشید، کافیه توی گوگل vitoray.apk رو بنویسید که مخفف در واقع اون اپلیکیشن فرمت فایل هایی هستش که در سیستم عامل های یونیکس بیسی مثل اندروید پکیج اینستال میکنن. شما همینو که بزنید براتون میاره اون در واقع صفحه در واقع پرمیشن دانلود رو براتون میاره و حالا من چون دانلود کردم دیگه دانلود نمیکنم. دانلود که کردیم، خب شما به کانال که قطعا دسترسی دارید، کانال تلگراممون، شما خیلی راحت میاید تو همین جایی که من پین کردم براتون، بکنم پین نشده، ولی آره این پین نشده، اینم پین میکنم. یکی از مسیج های پین شدمون همینه، یک مخزن نوشتم آموزش. شما هشتگ آموزش رو سرچ کنید، حتما این پست رو پیدا میکنید. بازم لینک این پست رو همینجا هم یه کپی بکنم، اون لینک هایی که لازمه رو تا بعداً در واقع بتونم توی کامنت ها بذارم خدمتتون. یه دونم لینک چی بود؟ خود ویتوری بود. پس در واقع این کپی لینک، یه لحظه ما کپی لینک آدرس از اینجا میگیریم، کپی لینک آدرس. خب پس این لینک خیلی مهمه. خب این از این مال صفحه گوگله، ولی واسه شما سایت رو میذارم. خب میریم این لینک مخزن کانفیگا، اینم خاموش میکنم چون دیگه کار نمیکنه فعلا این کانفیگمون. این کار نداریم. اینو توی گوگل کروم برامون باز کنه، اینجا نخواست. خب شما هیچ کاری لازم نیست بکنید، میرید تو قسمت یوسیج، اینجایی که من هایلایت میکنم براتون. تو قسمت های چه سری متن نوشته که لازم نیست بخونید، شما فقط کافیه اینجایی که نوشته just copy these links to your client to use. کلاینت منظور همون ویتوری ورژن کلاینت هستش، ورژن سرورش برای ما نیست، مشخصه برای سرور. خب ببینید از اینجا کپی میکنید، اینایی که میبینید تیک زده میشن
مثلا یکیشو کپی میکنید، مثلا اینو کپی میکنید میایید توی ویتوره‌ای که از همون لینک قبلی نصبش کردید، روی گزینه‌ای که به علاوه هستش، علامت به علاوه است، روی اون میزنید. بعد مینویسه import config from clipboard. خب چون قبلا من داشتم نوشته failure، حالا مثلا کانفیگای جدیدش نه، مثلا وارپ چیه، مثلا from clipboard، این هنوز داره لود میشه. اگه چیزی رو قبلا داشته باشید دوباره بخواید تکراری اونو ایمپورت کنید مینویسه failure. خب بعد اینکه این کارا رو میکنید میبینید چند تا براتون ایمپورت ساب سایدری یا زیر مجموعه ایمپورت براتون باز میشه. آل گروپس هم که شامل همشونه. خب همین کار رو میکنید تا صفحه مثل من داشته باشید. اوکی. حالا ما دیگه سابسکریپشن هام رو اوکی کردیم. حالا مثلا من شادو ساکس آر رو ندارم، فکر کنم ندارم، از اینجا مشخص میشه دارم یا نه. ایمپورت رو بزنم، بله نداشتم چون فیلیر ننوشتم. خب دیگه کار نداریم با اون مخزن، با رپازیتوری مربوط به اونا کار نداریم. میرید توی آل گروپس، تب آل گروپس. اولین کاری که شما میکنید آپدیت میکنید کارنت گروپ سابسکریپشن. میبینید این قسمت که من الان دستم گذاشتم تیره شده. آپدیت کارنت گروپ سابسکریپشن رو میزنید و صبر میکنیم تا بنویسه که با موفقیت انجام شد. یه سکسس اینجا پایین مینویسه. حالا اینو بزنم، این بالا هم که این نارنجی رو دارید میبینید داره لود میشه دیگه. منتظر میمونیم تا این کار رو بکنه. حتی لازم نیست منتظر به نظر من مسیج موفقیت آپدیت باشید. از همینجا میتونید بزنید sorting by test results. خب قبل از اینکه sorting by test results رو بزنیم ما نیاز داریم که تست بگیریم دیگه. وقتی تست ریزالتی نباشه چطوری بخواد مرتب کنه؟ خب relay delay current group configuration. این real delay رو هر جا دیدید ولش نکنید. مثل اون حالا ضرب مسئله ترکی هست میگن چور توتون بیراخماز، یعنی کس اون کوره چیزی که گرفته چون نمیبینه آخر فکر میکنه همون چیزی که میخواد، ول نمیکنه اگه بگیردشون چیزی که گرفته رو. ما هر جا این ریلی دیلی رو دیدیم آقا ولش نمیکنیم. این همه جا مهمه برامون. این ریلی دیلی پینگ واقعی هر سرور رو براتون میاره. اگه منفی بود یعنی کار نمیکنه. خب داره تست میکنه و این همه کانفیگ بسیار زیاد. خب تستش خیلی زمان بره. همزمان که تست میکنه و آپدیت میکنه، قبلا آپدیت کارنت گروپ سابسکریپشن رو زدیم، میگیم آقا برامون سورت کن. آها سورت که کرد، این عددهای آبی رو میبینید 704 میلی ثانیه MS مخفف میلی ثانیه است. از کمترین تا بیشترین آورد. شما از 500 به این ور اصلا نیاید. مثلا من رو همین میزنم TLS خودشم، رو دکمه پلی میزنم استارت سرویسز سکسس، موفقیت انجام شد. برای تست روی اون متن میزنم. هر وقت دیدید که نوشته HTTP connection to فلان میلی ثانیه یعنی شما وصل شدید. خب مدرک حرفم هم همین سایت دوباره چک IP میزنیم چک IP رو و در 2 ثانیه اصولا باید برامون بیاره. نمیدونم چرا نمیاره. نوردی کل این تبا رو ببندم. مثلا این یوتیوبه، حالا یوتیوب رو برامون آورد. حالا میتونید یه سایت فیلتر شده تو ایران مثل یوتیوب رو انتخاب بکنید. اینم کانال یوتیوبمون هستش که حالا از دید کاربر میخوام نگاه کنم چه جوریه. حالا اون checkip.info احتمال مشکل از خود سایتشه چون ما که دیگه به یوتیوب رفتیم. youtube.com رو بریم. بله youtube.com برامون باز کرد و برای اینکه یه تست بگیریم من توصیه میکنم این اپلیکیشن رو نصب کنید برای گوشی. توی دسکتاپ لازم نیست ولی توی گوشی بهتر از نرم افزار اسپید تست استفاده کنید. خب من نمیدونم چرا چون شما به فیلتر شکم وصل شدید این ISP تون رو یا همون اینترنت سرویس پرووایدر اینجا میبینید دیگه تو این کشویی که باز کردم و اون سرور، اون هاست سرور رو نمیتونه فعلا پیدا بکنه. حالا شاید با یه ریستارت اوکی شد. یه مقدار سخته
بذارید ببینم. خب چند دقیقه داریم ما ضبط میکنیم؟ 10 دقیقه و بله. خب ما یه بار دیگه اون برنامه رو ریستارت کنیم یا اصلا ریستارت نکنید، بریم مستقیما خود سایتش speedtest.net تست سرعت.net. نه اینو نمیاره، این سایت ها رو نمیاره، دلیل داره دیگه بچه ها. شما بهتره سایت هایی رو برید که این پرچم داره به نظرم، چون اونایی که دوز دریایی عکسش اونا یه مشکلی داره. مشکلش اینه که از چندین نوع سابسکریپشن دارن داخل یک کانفیگ استفاده میکنن. من یه استاپ ورکینگ بزنم. وقتی دید نرم افزارتون اینجوری هنگ کرد، میایید روی خود اون انگشتتون رو نگه دارید، برید توی اپ اینفو، بعد فورس استاپ رو بزنید، این دوباره شروع میکنه به کار معمولی. خب یه بار دیگه بریم. خب اینو میزنیم آمریکا رو ببینیم چه کار میکنه. یه سورت دوباره هم میگیریم چون تست رو قبلا انجام میدیم. وقتی دیدید تست زیاد طول کشید یعنی نمیشه fail to detect internet connection، یعنی درست نیست کار این کانفیگش. خب این درست. VLWS نان به خاطر اینه که به شما فکر کنم آی پی کشور خاصی رو نمیده، چندین آی پی رو به صورت دینامیک داره میگرده. ولی مثلا من میرم تلگرام بدون هیچ گونه در واقع شما بگید من بگم بدون هیچ گونه پراکسی، هیچ پراکسی من وصل نکردم برای اینکه براتون ثابت بشه. مثلا یه دونه پروکسی میزنم، خب اینا هم حذف میکنه. یه پروکسی ها رو خدا حافظ، تبلیغات های چرت اون کانال هایی که بالا پینگ میشه و اعصاب آدم خورد میکنه، خدا حافظ هیچ کدومش رو نخواهید دید. به تلگرام وصلم و الان برای مثال من مثلا اینا رو مثلا میخوام آپلود کنم، سرعتش رو فقط نگاه کنید، 4 تا عکس تو کمتر از 1 ثانیه. من میخواید اصلا فیلم دانلود کنم، میخواید اصلا ولی چند تا عکس ما خودمون سلفی گرفتیم اینجا، ببینید فقط برای تست اینا رو براتون چیز میکنم که ببینید چقدر سرعت داره. در کمتر از فکر کنم 30 ثانیه 1 2 3 4 5 6 تا عکس رو فرستاد و این شد. ولی اون مشکل چک آی پی رو من نمیدونم این چرا وارد این سایت ها نمیشه. میتونید حالا کشورهای مختلف رو امتحان کنید ببینید کدومش کار میکنه. این آمریکا که نه آمریکا کار کرد ولی پینگش بالاست. خب بریم ببینیم فرقی کرد برامون. بله فرق کرد چون اینجا بله. پس شما اینایی که دوز دریایی هستن رو حالا خواهشم فعلا وصل نشید، شما همون چیزایی که روش پرچم نوشتن توی آل گروپس به اونا وصل بشید. وصل شدنش هم کلیک میکنید، قبلش دکمه پلی رو میزنید، بعد پایینم تست میکنید. میبینید روی سکسس یا فیلیر بزنید، روی سکسس این پایین متنی که پایین مینویسه این قسمت الان من میزنم میاره برای من پینگ تو برات نشون میده، پینگ رو نشون میده براتون. خب من اپلیکیشن رو دارم، میریم اپلیکیشن اسپید تست، لینکش رو براتون میذارم، لینک پلی استورشه، فکر کنم توی بازارم باشه. من یه حالا برای اینکه تستش اوکی باشه ببینیم که این به چه صورت هستش. خب استاکهلم دیگه نوشته تلیا سوئد. شما با این برنامه نیازی به چیزم ندارید بچه ها، نیازی به فکر کنم چک آی پی دات نت هم نداشته باشید، چون هم سرورش رو میاره. این اوراکل دقیقا نمیدونم منظورش چیه، اون هاست سرورشه. تلیا سوئدن ای بی استاکهلم، به شکل استاکهلم فکر کنم سوئد واسه شدید، سوئیس سوئد. من دقیقا زیاد هیچ وقت دقت نکردم به، ولی میدونم یکیش سوئیس سوئیتزرلند، سوئیس سوئدن سوئد باید باشه. بله میبینیم دانلودمون 10 مگابیت هستش. اگه بخواید مگابایت باشه خب میدونیم که 8 بیت 1 مگه. خب 8 بیت پس تقسیم بر 8ش کنید. این 10-9 رو شما تقسیم بر 8 کنید یه چیزی مثلا 1/2 مگابایت میاد که خیلی کمه. آپلودتون زیر 1 مگابایت اصلا جالب نیست. اینجا 1/74 گفتم تقسیم بر 8 کنید.
پینگتون به صورت کلی که این لوگوی زرد کنارشه 322. پینگ آپلودتون افتضاحه. پینگ آپلودم یعنی خودم میگم. بعد عرضم به حضور تست آیدی تونم داده. اون اوراکلی که چیز کرده من دقیقا نمیدونم، چون سرور اوراکل نیست، سرور تو استکهلم سوئده. این اوراکل من خودم موندم این اوراکل چیه. و اینکه بله 636 میلی ثانیه هم پینگ در واقع دانلودمون هستش. امیدوارم این آموزش براتون خیلی خیلی مفید شده باشه که ما رو با لایک ها، کامنت ها، سابسکریپشن هاتون و شیر کردن این ویدیو با عزیزانتون حمایت بفرمایید. ارادتمندم. تا ویدیوهای بعد.